امشب شاید شبیست که نام ایران یا زنده بماند یا خاموش شود. اما من به شما نگاه می کنم و می دانم هنوز شرافت در این خاک زنده است. شما فقط سرباز نیستید، شما سایبان ایرانی. با ایستادگی شما مادران در خانه آسوده میخوابند. اگر بایستید ایران 1000 سال دیگر خواهد ایستاد، اما اگر بیفتید تاریخ از پا میافتد. بکش یا بمیر، اما اجازه نده حتی یک وجب از خاکت تریبه شود.